سلام دوستان، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من ماهان فاطمی هستم. خوش اومدین به چنل جالبانه. بریم سراغ ویدیو. شاید براتون سوال باشه که چرا تو خواب کابوس میبینیم. جالبه بدونین دلیل علمی پشت این اتفاق هستش که مربوط میشه به غذا. خوردن غذاهای سرد در آخر شب باعث میشه سوخت و ساز بدن افزایش پیدا کنه و سیگنال های مغز فعالتر بشن که در این حالت مغز آرامش لازم برای خوابیدن رو نداره و دچار کابوس میشه. در ایسلند تنها یک پشه وجود خارجی دارد که از 1980 داخل الکل در موزه لای به نمایش گذاشته شده است. این پشه را یک استاد دانشگاه در هواپیما دید و شکار کرد تا مردم ایسلند هم بتوانند از نزدیک پشه ببینند. پشت گردن گربه ها عصب‌های زیادی وجود داره. هنگامی که یک گربه بچه خود را با گرفتن پشت گردن بلند می کند، بچه گربه دیگر حرکت نمی کند و این کمک می کند تا گربه مادر بچه را به راحتی به جای امنی منتقل کند. دانشمندان نروژی با انجام آزمایش روی دانشجوها متوجه شدن موقعی که مطلبی رو از روی کاغذ می‌خونی یادگیریت خیلی بهتر از خوندن از روی PDF. روح انسان 21 گرم وزن دارد. پزشکی فرانسوی با محاسبه وزن بیماران در حال احتضار پیش و پس از مرگ این فرضیه را مطرح کرد که انسان در هنگام مرگ 21 گرم وزن از دست می‌دهد که متعلق به روح است. خب با آخر ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد با لایک، کامنت و سابسکرایب کنید. فعلا